ادعای عجیب نیک واکر برای شکست دادن هادی چوپان و درک لانسفورد همه رو شوکه کرده. نیک واکر نفر سوم مستر المپیای 2022 با اعتماد به نفس بالایی به استقبال مستر المپیای 2023 رفته و در یک مصاحبه ادعای عجیب و غریب برای قهرمانی امسال کرده که در ویدیو براتون شرح دادیم. نیک واکر در شروع این مصاحبه با اعتماد به نفس بالایی گفت من در اولین تجربه حضور در مستر المپیا به میان 5 نفر برتر راه پیدا کردم. شاید اگر هر کسی دیگری بود به خودش میگفت عجب کار بزرگی کردم، اما واقعا ناامید شده بودم. به معنای واقعی کلمه ناامید بودم، چرا که از خودم انتظار بیشتری داشتم. حالا که به درک و نگرش بهتری نسبت به گذشته دست پیدا کردم، به خودم میگویم رفیق، تو در اولین مستر المپیا به مقام 5 رسیدی و باید از آن لذت میبردی. با این حال این هیچ وقت در طرز فکر من جایی نداشت. در ذهن من فقط بردن قرار دارد. حتی زمانی که جوانتر بودم و ورزش میکردم، من یک برنده بودم و همیشه میخواستم برنده شوم. برای رسیدن به این دوره از مستر المپیا آف سیزن سختی را سپری کردم. واقعا دشوار بود. نیک واکر افزود که میتونه هادی چوپان و درک لانسفورد رو به راحتی شکست بده و در ادامه گفته ذهنیت من تغییرات قابل توجهی داشت و به این باور رسیدم که قهرمانی مال من است و من دائما به قهرمانی این دوره فکر کردم. مسیر من حرفه من است. من به خودم قول دادم و حالا زمان من فرا رسیده. من سال گذشته 2 پله صعود کردم و حالا 2 پله دیگر صعود خواهم کرد و قطعا همین اتفاق میافتد. نظرتون راجع به این ادعای نیک واکر برای شکست دادن هادی چوپان و درک لانسفورد چیه؟ حتما تو کامنت ها بهمون بگید. مرسی که ویدیو ما رو تماشا میکنین. در پایین این صفحه میتونین فیلم ادعای عجیب جی کاتلر برای هادی چوپان رو ببینین که حسابی سر و صدا به پا کرده.